اگر برین، رفتم روم ها رو زدم، در روم که زدم دیدم همه بازن، یعنی مثلا یک منطقه بزرگ یه روم میشه، روم یک تقریبا تمام راهروها اتاقا رو میگیره. معلوم بود یه اشتباهی در محصور کردن یه اتاق کردیم. برای آزمایش رفتم رو همین دیواری که الان میبینین اینجا کلیک کردم. اطلاعاتی که اینجا میخونین خیلی عجیبه. شما که میدونین هر طبقه، مثلا این بیس کانسترینتش هست گراند لول، باید بره به طبقه بالاتر خودش، یعنی طبقه اول، که اصلا نرفته، به جاش گفته آن کانکتد 1.6 متر. خب معلومه این فضای بسته نیست، فضایی رو بستم. این باید اینو کلیک کنی اینجا، اینو ببری به چی؟ برگرد بره به لول فرست لول دیگه. این قسمت آن کانکتد پاک میشه، اپلای. حالا باز اینجا رو کلیک کنیم ببینیم چه اتفاقی براش افتاد. این دیوار کوچیکه، این دیوار کوچیکم باز آن کانکتد 1.60. یعنی همه از یه غلط خیلی عجیب غریب. این باید تمام این دیوار تو برگرده به چی؟ در گراند تو دیوار میره به فرست، به همین سادگی. چطور دیواری که تو طراحی کردی یه دیوارهای 1 متر، الان باز اینو کلیک میکنی میبینی، بریم رو این کلیک کنیم باز دیوار 1.60. آقا به چه دلیلی همیشه دیوار از یک پای، از در یک طبقه روی طبقه بیسشه، بیس کانسترینت داره، یعنی از یه جا معمولا یه چیزها رو ممکنه یه دیوار خاصی باشه که تو زمین هم بره، ولی الان این در این طبقه یه پارتیشن داره که از گران شروع میشه، اینجا بلافاصله این قسم کلیک میکنی میبری فرست. الان ببینی وقتی این کار کردم این داره چی میشه؟ پر سکشن میخوره. الان ببین تمام دیواره تو خصلتش الیویشن به جز این دوتا، یعنی اشتباه در همه جاها صورت گرفته. مرسی. لطفا تمام طبقات رو درست کن، خیلی اشتباه عجیبی بوده.